محصولات بابای ما سالهای پیش از جنگ این بزرگ وطنی که در قشلاق قد جویبار زنبور پرور بودن زنبوری دولت بود. بعد از سال 32 و قانون برآمد که خلق اجازه داده شود همه میتونه سر کنه میکنه. من حاضر این اویله که تخم کرد شده است ملکش سه تا رمکه بچه دار میتواند دو تا رمکه نو سوخته بیاد با من نام این ماشین است. ماشین رو میتونیم از پیش یکم رمکه اصل و گرد گلدار میبیاید. بعد ماشین رو ما طور میگذاریم که همین طرف سیم از طرف رمکه تخمدار بیاید که تیز خونچه رو سوخته سیم ها از ماشین جدا نشوند. همین طور میگذاریم. دهم 15 میلیون وقتی اصلگوری زنبور در فصل سر میشه کوه خنوکی هست تا 25-30 درجه گرم نشود زنبور اصل وارد نمیکنه. از کوه میبریم تا 10-15 اکتبر شکر اون رو دادن. با بهار که بارش بسیار میشود بارونگری ما شکر تیار کرده سیروپ تیار کرده ترکیب اون نمک قطع میکنیم زنبور میخورونیم که اگر بارونگری زیاد شود در هر یک برون یک لیچه شکر رفتن میکنم. مشکلی ما همین زنبورچه‌هایی که از تخم میبره مدت 21 روز تا 7 روزه 8 روزگیشونه گرد گل رو با اصل زنبورهای پوری تیار کرده کوفته میخورونن. بعد 7-8 روزگی زنبورکی از تخم برآمدگی پرونچک شده اونها هم با جمعوری اصل و گرد گل مشغول میشود. من با همین اسباب ما اینطور میخفیم گرد گل رو تا نصف روزه میمونه. هر اویله هر نمو گرد گل رو میگیرد. من بینید هم زرد هست هم زرد بلند کبود سیاه. پروپولیس اینم از پایه نو درختانی که من نو بار میکنه شیره حاصل میکنه گرفته پایه رستنی ها همه پروپولیس رو میگیرد زنبور. عادتا زنبور تیرمو بسیارتر جا میکنه پروپولیس رو. خود پروپولیس دوری بهترین است برای شوش برای شکفتن دهای دوزن بیشتر. صد اویله که من تو یک تونه 700 کیلو اصل گرفتم. من 23 سال خریدار زنبور دوریم اصل دوریم. همه کوفته خونه میگیرن کی زخمان است ما هیچ وقت ناامید نمیکنیم. اونا رو یاد میتونیم که هر کس رزق خودش داره.